به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. دوستان ارجمند، قبل از اینکه عالم عهدنامه های به امضا رسیده درباره حقوق بشر را ببیند و پیش از اینکه پایمال نمودن حقوق دیگران در محفل های بین المللی جنایت اعتراف گردد و برای آن جزاها پیش بینی شود، پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قرنها قبل هر انسان را کاملا صاحب حقوق اعلان نموده، پایمال نمودن حقوق دیگران را جنایت بسا سنگین معرفی کرده. از قاعده های اساسی و کلی و عمومی شریعت اسلامی است که هر انسانی در جان خود، در مال خود، در حیثیت و آبروی خود کاملا صاحب حقوق است و هیچ کسی حق ندارد به جسم او، به روان او، به حیثیت او یا به مال او ضرری رساند. و برای ضرر رسانیدن به کسی صرف نظر چگونه ضرر است، چه ضرری جسمانی است یا روانی است یا مالی است، برای ضرر رسانیدن به کسی همه گونه نوعی ضرر هشدار و وعید شدید آمده که هر مسلمانی میباید این وعید را پیش نظر گذارد و در جامعه در مناسبت با مردم از این نکته غافل نباشد. آن هشدار نبوی را امام مسلم و امام ترمذی و امام احمد حنبل از روایات ابو هریره روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم روز بیارانشان خطاب نموده فرمودند: اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترح في النار. یعنی از ابو هریره روایت است که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم به این شکل سوال و پرسش و یارانشان خطاب کرده و گفتند آیا میدانید مفلس چه کسی است؟ مفلس یعنی فقیر، بیچاره، بینوا چه کسی است؟ آیا میدانید؟ یاران گفتند ای فرستاده خدا، از نظر ما مفلس کسی است که لا درهم له ولا متاع، نه مال نقدی دارد نه غیر نقدی، کسی که چیزی از مال و ملک دنیا نداشته باشد. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند نه، مفلس حقیقی این کس نیست. این فقر و این ناداری بخیر است، زیرا فقر و ناداری در امور مادیات در مال و ملک دنیا شاید از میان رونده است و انسان بعد فقر و ناداری به دارندگی رسد و یا اگرم به دارایی نرسد در طول دنیا به فقر و ناداری عمر به سر میبرد و اهل طاعت باشد اگر به دولت و ثروت آخرت میرسد. منتها این فقرش، این افلاسش همیشگی نیست و چندان سختی نیست، اما یک نوع مفلسی هست که از این نوع بدتر است. آن را بیان داشتن ولكن المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکاة. مفلس حقیقی کسانی هستند از امت من که در روز آخرت با انبوه از عملهای نیک نزد خدا می آیند. عملهای زیادی انجام دادن از قبیل نماز و روزه و زکات و دیگر عملهای نیک، ولی مشکلشان در این است که چنان می آیند که کسی را در دنیا دشنام کردند، دیگری را تهمت زدند، مال کسی را خوردند، خون کسی را ریختند، کسی را ضرب و لت کرده آزار دادند. این گونه جنایت ها صادر کرده می آیند. درست است اهل طاعت بوده اند، نماز و روزه را انجام داده اند، اما در کوچه، در جامعه، در معامله با مردم رعایت حقوق مردم نکردند، حقوق مردمان را پایمال کردند، مال کسی را به ناحق خوردند، کسی را آزار دادند، کسی را تهمت زدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ادامه گفتند وقتا با چنین حالت نزد خدا می آیند، اهل طاعتند، نماز و روزه دارند، زکات ادا کردند، ولی در عین زمان مردم را ظلم و آزار دادند. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته، پس از نیکی های او، از عملهای صالح او گرفته به مظلومان داده می شود. به کسی داده می شود که آن کس را ضرب و لت کرده، به کسی داده می شود که مال او را به ناحق خورده، و کسی داده می شود که به عزت نفس او رسیده، حیثیت او را زیر پا کرده. به هر کسی که از او چه آزار جسمانی و چه آزار روانی و چه ضرر مالی دیده،
از نیکی هایش گرفته به آن کسان داده می شود، آنها را راضی کننده می شود. فإن فنیت حسناته قبل یقضى علیه، اگر نیکی هایش تمام شود، به آخر رسد، پیش از اینکه مظلومان به آخر رسند، چگونه باید عدالت برپا شود؟ چگونه آنان را راضی کننده شود؟ با راه دیگری، اخذ من خطایاهم فطرحت علیه، از بدیهای آن مظلومان گرفته می شود، از اعمال زشت آنان کسر می شود، سبک کرده می شود، به اعمال این شخص ظالم ضم کرده می شود. و چون اعمال زشت از آنها گرفته به او ضم کرده می شود، مستحق عذاب و عقوبت می گردد. فطرح فی النار، او را به آتش انداخته می شود. پناه به خدا. پس دوستان گرامی، آنگونه که در این حدیث بیان گشت، می بینیم که عملهای صالح از قبیل نماز و روزه و حج و زکات که ارکان اسلام، ستونهای دینند و از فرضها و قرضهای الهی هستند که باید اجرا شوند، این یک وظیفه و اجر و ثواب آن را حفظ کردن، برای خود نگه داشتن وظیفه دیگر است. یعنی بعد انجام دادن طاعت باید اجر و ثواب آن را برای خود خوب حفاظت کرد تا برهدر نشود، تا مال کسی دیگر نشود. برای نگهداری اجر و ثواب عملهای نیک برای خود تا محفوظ باشد، تا در آخرت سببی سعادت و سربلندی صاحبش گردد، خاصتا بعد آنه که تازه از ماه رمضان من و شما بیرون شدیم و در این موسمی تجارت با خدا انواع گوناگونی از طاعت و عبادت برای خود سرمایه جمع نمودیم، شایسته است که انسان با انجام این طاعت و عبادت ها، با جمع نمودن اجر و ثواب ها، باز از ظلم و آزار دیگران دور باشد. و اگر کسانی بر ذمه او حقوقی داشته باشند، باید در ادای حقوق آنان کوتاهی نورزد تا روز آخرت بر اعمال خود، بر نیکی های خود دعواگری نداشته باشد. به امید سربلندی و سرفرازی در دنیا و آخرت، خدا یارتان.